برادران من، انسان در وقت سکرات موت در دو حالت قرار می گیرد. روح بعضی انسانها طور خارج می شود که در رگ رگی آنها می چسبد. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه یضربون وجوههم و ادبارهم. کاش شما می توانستید دیده آن لحظه های را که فرشته های الله خارج می کنند روح انسان های نافرمان را، در چهره های آنها می زنند، در کمرهای آنها می زنند. اخرجوا انفسکم اليوم، اکنون بیرون آرید جانهایتان را، شما رهایی یافته نمی توانید. آنها می خواهند برگردانده شوند. رب ارجعون، مرا برگردان برای اندک وقتی. لعلی اعمل صالحا، اکنون من برای راست می روم، عملهایم را خوب می کنم، 100% مسلمان می شوم. برای آنها جواب داده می شود کلا، هرگز. در حدیث پاک آمده است که هنگامی که ملک الموت می آید همراهش 4 فرشته است. این 4 فرشته می آیند و به ضرب و لت و کوب شروع می کنند. در کتاب ابن ماجه آمده است که ملک الموت می گوید ایتها النفس الخبیثه كانت فی الجسد الخبیث. ای نفسی پلیدی که در جسدی پلید بودی، اخرجی، بیرون شو. اکنون دیگر علاج نداره، نمی تواند بماند در این جسم، امکانیتی برگشتن نیست. بسیار خوفزده و پریشان است. در این حالت ملک الموت می گوید ابشری ابشری بحمیم و غساق و آخر من شکله ازواج. تیار شو برای عذابهای خوفناک و زردابی که می جوشد و برای بیشمار عذابهای گوناگون. و این چنین هنگامی که روح این گونه شخصان را می کشند در رگ رگی وجود آنها می چسبد و کنده کنده خارج می شود. همه وجود آنها زیر و زبر می شود. درد سکرات بر بالای همه دردهای دنیا حاوی است، پادشاه همه دردها است. وقتی که روح آنها را می گیرند می برند طرف آسمان. هنگامی که نزد دروازه می رسند از داخل فرشته ها می پرسند کیست؟ می گویند فلان پسری فلانی، نفس خبیثه فی الجسد الخبیث. این همان بدبخت روحی است که در جسم بدبخت بود. این همان روحی خبیث است که در جسم خبیث بود. برای این دروازه آسمان کشاده نمی شود. برگردانید این را. لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى یلج الجمل فی سم الخیاط. برای این گونه اشخاص دروازه آسمان کشاده نمی شود و برای اینها دروازه جنت کشاده نمی شود. پس این را به پایان پرتافته شود که آنجا قیدخانه الله است. سجین، و ما ادراک ما سجین، کتاب مرقوم. شما درباره سجین خبری ندارید که چطور قیدخانه دهشتناک الله آماده کرده است که این گونه بدبختان را به آنجا روان می کنند. پس این شخص در حالت انتظاری و عذاب سخت می ماند تا روز قیامت. اما هنگامی که یکی از بندگان نیک و فرمانبردار الله در حالت سکرات موت قرار می گیرد، الله مهربان می فرماید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هنگامی که بندگان نیک الله
در حالت سکرات موت قرار می گیرند، برای این هم فرشته ها می آیند. اما این فرشته ها به مجردی که می رسند نزد این شخص، این را خوشخبری می دهند و تسلی می دهند: تو غم نخور، در پیش همه سفر برای تو آسان است. تو نترس، برای تو جنت تیار است و پروردگار تو برایت مهربان است. و در حدیث پاک می آید که ملک الموت همراه 4 فرشته می آید و این 4 فرشته شروع می کنند به مالش دادن جسم این شخص تا اینکه درد را احساس نکند. و ملک الموت می گوید: ایتها النفس الحمیده كانت فی الجسد الحمید اخرجی. ای جان پاک که در جسم پاک بودی، بیرون شو. بشارت می دهد این را: ابشری بروح و ریحان و رب راض عنک غیر غضبان. مبارک باشد، جنت برای تو آماده شده است و همه نعمتها در آنجا برای تو میسر شده است و الله از تو راضی شده است. این چنین روح این را بیرون می آرند از جسم و فرشته ها با یک استقبال خوب به آسمان می برند. از آنجا آواز می آید: کیست؟ می گویند فلان پسری فلانی، یا اینکه فلانی دختری فلانی. می گویند نفس حمیده فی جسد حمید. این همان پاک جان است که در جسم پاک بود. مرحبا به. همه ما این را خوش آمدید می گوییم، استقبال می کنیم. در حال دروازه آسمان کشاده می شود. این جان پاک حرکت می کند، می رود یکم آسمان، دوم، سیوم. همین طور همه آسمان ها را طی کرده در زیر عرش الله جل جلاله می رسد و آنجا سجده می کند، خواه مرد است خواه زن. پس الله جل جلاله می فرماید: آره، این بنده من مرا راضی کرد و من هم این را خوشحال می سازم. الله از یکم آسمان تا عرش آرامگاه تیار کرده است برای اهل جنت. هر یک شخص را با درجات خودش می گذارد. آنجا انتظارگاه می باشد تا روز قیامت، ولی در آنجا وقت وجود ندارد. الله مهربان وقت را از آنجا برداشته است، بنابراین اینها تکلیف نمی کشند در حالت انتظار ماندن. چطوری که اصحاب کهف داخل غار شدند و الله جل جلاله از آنجا وقت را برداشت. 300 سال گذشت در بیرون، اما آنها احساس نکردند. 25 ساله بچه وقتی بیرون برآمد 325 ساله نشده بود، بلکه 25 ساله بود. حتی ناخنها و مویسرهای آنها دراز نشده بود، زیرا اینکه در آنجا الله وقت را از بین برداشت. یکی از دیگرش پرسید: چند وقت ما اینجا ماندیم؟ او گفت: یوما او بعض یوم، یک روز یا نصف روز. آن راست می گفت. در بیرون الله وقت را جاری گذاشت، ولی در غار وقت را قرار داد. این چنین معامله الله قادر و توانا در عالم برزخ می کند، وقت را از بین می بردارد. بنابراین گذشت وقت احساس نمی شود. برادران عزیز، این دو نوع موت را همه ما و شما می بینیم و هیچ راه دیگری وجود ندارد، یا استقبال فرشته های جنتی را، یا اینکه ضرب و لت و کوب فرشته های جهنمی را. ما یک دعا را همیشه باید فراموش نکنیم: پروردگارا، در حال جانم را بگیر که تو از من خوشنود و راضی باشی و من در حال قرار بگیرم که مسافر به خانه خود برمیگردد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.